نقاشی پرچم مقاومت در کوههای هندوکش. جبهه مقاومت تعامل با طالبان پا گذاشتن روی موازین اخلاقی و حق بشری است و پیام احمد مسعود به جوانان کشور. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به یک بسته خبری جدید از چینل آمار FG. فرمانده حسیب قوای مرکز صبح امروز 15 آگوست پرچم مقاومت ملی را بر صخره در بلندی های هندوکش ترسیم کرد. امروز 15 آگوست است، از فرار از این 2 سال شد. جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود میگوید که تصور تعامل با طالبان در منافات با سلامت عقلی و به معنای پا گذاشتن روی همه موازین اخلاقی و حقوق بشری جامعه انسانی است. این جبهه امروز دوشنبه 23 اسد با نشر اعلامیه درباره 2 سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان گفته است که با درک ماهیت تروریستی طالبان و با شناخت واضح از مطالبات بر حق زنان و مردان افغانستان هنوز تلاش‌های با رویکرد باجدهی و تعامل با گروه تروریستی طالبان انجام می شود. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی افغانستان آمده است: چگونه ممکن است چشم خود را بر جنایات آشکار یومیه طالبان در داخل افغانستان بست و با آگاهی کامل از وضعیت جاری و با وجود گزارش‌های پی در پی سازمان ملل و نهادهای مختلف حقوق بشری بین المللی که از جنایتکاری طالبان پرده می‌بردارند تعامل سر داد. این جبهه طالبان را گروه صفاک توصیف کرده و گفته است که این گروه حدود 30 سال است که از مردم ما قربانی میگیرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که گروه طالبان در تداوم مداخلات ویرانگر دشمنان مردم افغانستان ساخته و پرداخته شده است. این جبهه آنچه را که روایت دروغین جهاد علیه اشغال از سوی طالبان خواند یک نیرنگ سیاسی و یک سودجویی از نام اسلام دانسته و گفته است که مسبب اصلی آمدن آمریکا و ناتو به افغانستان ماجراجویی‌های تروریستی و خطر توریسم بین المللی ناشی از سیاست و فکری طالبان بود. جبهه مقاومت ملی افغانستان که ادعای مبارزه مسلحانه علیه طالبان را دارد گفته است که حقانیت مبارزات دادخواهانه، آزادمنشانه و انسانی مردم افغانستان را از سنگر تا جاده و خانه و رسانه با گذشت هر روز پیش از پیش مسجل شده است. این جبهه علاوه کرده است که در 2 سال اخیر ساختارهای تشکیلاتی با ابعاد وسیعی نظامی، سیاسی و فرهنگی برای پیشبرد یک مبارزه منظم و هدفمند را شکل داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان علاوه کرده است که هسته‌های مقاومت را به ولایت‌های مختلف کشور گسترش داده است و در بستر دیپلماسی روی ایجاد یک اجماع منطقه‌ای برای پیدا کردن راه‌های اساسی برای بحران سیاسی کشور کار کرده است. این جبهه در سال 1400 زمانی که اکثریت ولسوالی‌ها و ولایت‌ها کشور به دست طالبان سقوط کرده بود در پنجشیر شکل گرفت. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان که عمدتاً از نظامیان حکومت پیشین بودند در پنجشیر برای چند روز در برابر طالبان مقاومت کردند، اما سرانجام طالبان بر پنجشیر نیز مسلط شد. در این 2 سال از درگیری‌های جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان در بخش‌هایی از پنجشیر و چند ولایت دیگر گزارش شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان در حالی که قلمرو مشخصی را در اختیار ندارد ادعا دارد که حملات چریکی را علیه طالبان انجام می‌دهد.